امروز میخوام در مورد موضوعی بسیار مهم باهاتون صحبت کنم. چطوری میتونیم از افکار منفی رها بشیم؟ همه ما گاهی اوقات دچار افکار منفی میشیم. اما اگه این افکار منفی کنترل نشن، میتونن به راحتی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. پس اگه میخواید یاد بگیرید چطوری ذهنتون رو از این افکار آزاد کنید و زندگی آرومتری داشته باشید، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اولین قدم برای رهایی از افکار منفی شناختن اونه. افکار منفی میتونن شکل‌های مختلفی داشته باشن، از جمله خود انتقادی، نگرانی‌های بی‌پایه و اساس و ترس‌های غیر منطقی. مهمه که بتونید این افکار رو شناسایی کنید و بفهمید که چطوری به ذهنتون راه پیدا می‌کنند. یکی از روش‌های مفید برای شناختن این افکار نوشتن اونهاست. هر بار که فکر منفی به ذهنتون میاد، اونو روی کاغذ بنویسید. این کار به شما کمک میکنه که الگوهای فکری خودتون رو بهتر بشناسید و بفهمید که چه چیزهایی باعث ایجاد این افکار میشن. مثلا ممکنه متوجه بشید که بیشتر افکار منفی وقتی سراغتون میاد که خسته‌اید یا تحت فشارید. قدم بعدی پذیرش افکار منفیه. ممکنه عجیب به نظر بیاد، اما مقاومت در برابر افکار منفی فقط اونا رو قوی‌تر میکنه. به جای اینکه با این افکار بجنگید، سعی کنید اونا رو بپذیرید و به عنوان بخشی از تجربه انسانیتون قبول کنید. مدیتیشن و تمرینات ذهن آگاهی میتونن در این زمینه خیلی کمک کننده باشن. وقتی که به افکار منفیتون بدون قضاوت نگاه کنید، اونا رو بپذیرید، قدرتشون رو از دست میدن و کمتر به ذهنتون هجوم میارن. تمرین ساده‌ای که میتونید انجام بدید اینه که هر روز چند دقیقه چشماتون رو ببندید و به نفستون توجه کنید. هر فکری که به ذهنتون میاد رو فقط مشاهده کنید، بدون اینکه بخواید اونو تغییر بدید یا اینکه قضاوتش کنید. دومین قدم تغییر دیدگاهتونه. یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با افکار منفی تغییر زاویه دید و نگاه مثبت‌تر به مسائله. وقتی که به جای تمرکز روی مشکلات به راه حل‌ها فکر کنید، افکار منفی کم کم جای خودشون رو به افکار مثبت میدن. یکی از تمرینات مفید در این زمینه نوشتن لیست شکرگزاریه. هر روز چند دقیقه وقت بذارید و چیزهایی رو که در زندگیتون برای اونا شکرگزار هستید رو بنویسید. این کار به شما کمک میکنه تا بیشتر به چیزهای مثبت زندگیتون توجه کنید و افکار منفیتون رو کنار بذارید. مثلا میتونید برای داشتن خانواده مهربون، دوستای خوب یا حتی چیزای کوچیکی مثل هوای تازه و غذای خوشمزه شکرگزار باشید. این ویدیو رو لایک کن تا انرژی بیشتری بهم بدی و اون رو برای دوستت که دائم فکر منفی داره بفرست تا کمکش کرده باشی. تمرینای ذهنی و جسمی میتونن نقش مهمی توی کاهش افکار منفیتون داشته باشن. ورزش منظم، یوگا و تمرینات تنفسی همگی میتونن به شما کمک کنن تا استرستون رو کاهش بدید و ذهنتون رو آروم کنید. وقتی که بدنتون در حال آرامش قرار داشته باشه، ذهنتون هم کمتر به افکار منفی میپردازه. سعی کنید حداقل چند بار در هفته ورزش کنید. تمرینات تنفسی یا مدیتیشن رو به برنامه روزانه‌تون اضافه کنید. مثلا هر روز صبح قبل از شروع کار چند دقیقه ورزش سبک انجام بدید و یک جلسه یوگا رو امتحان کنید. همچنین میتونید تمرینات تنفسی عمیق انجام بدید تا استرستون کاهش پیدا کنه. ارتباط با دیگران هم میتونه به شما کمک کنه تا از افکار منفی رها بشید. صحبت با دوستان و خانواده، مشاوره گرفتن و حتی کمک به دیگران میتونن تاثیرات مثبتی روی ذهن شما داشته باشن. وقتی با دیگران ارتباط برقرار میکنید و تجربیات و احساساتتون رو با اونا به اشتراک میذارید، احساس تنهایی و ناراحتیتون کاهش پیدا میکنه و میتونید بهتر با افکار منفی مقابله کنید.
سعی کنید زمان بیشتری رو با افرادی که شما رو حمایت میکنن و به شما انرژی مثبت میدن بگذرونید. همچنین میتونید در گروه‌های اجتماعی یا انجمن‌های مختلف شرکت کنید تا با افراد جدید بیشتری آشنا بشید. مراقبتی یکی دیگه از روش‌های مؤثر برای رهایی از افکار منفیه. وقتی که به خودتون زمان و توجه کافی میدید، به ذهنتون اجازه میدید که آروم بشه و افکار منفی رو رها کنه. فعالیت‌های مثل خوندن کتاب، گرفتن ماساژ یا حتی یک حمام آب گرم میتونن تاثیرات مثبت زیادی روی روحیه شما داشته باشن. وقت بذارید و به خودتون اهمیت بدید. مثلا میتونید هر هفته یک روز رو به خودتون اختصاص بدید و کارهایی که دوست دارین رو انجام بدین. همچنین مراقبت از بدنتون با تغذیه سالم و خواب کافی هم بسیار مهمه. در نهایت تکنیک‌های عملی مختلفی وجود دارند که میتونن به شما کمک کنن تا از افکار منفی رها بشین. یکی از این تکنیک‌ها تغییر فکره. وقتی که یک فکر منفی به ذهنتون میاد، سعی کنید اونو با یک فکر مثبت جایگزین کنید. اگه فکر میکنید من نمیتونم این کار رو انجام بدم، اونو به من میتونم این کار رو انجام بدم و بهترین خودم رو نشون بدم تغییر بدید. همچنین میتونید از تکنیک‌های تنفس عمیق، تصویرسازی مثبت و تمرینات روزانه مثل نوشتن اهداف و تجسم موفقیت‌ها استفاده کنید. امیدوارم این نکات به شما کمک کنه که از افکار منفی رها بشید و زندگی آرومتری داشته باشید. به یاد داشته باشید که همه ما گاهی اوقات افکار منفی رو داریم، اما مهم اینه که بدونین چطور با اونا مقابله کنیم و ذهنمون رو مثبت نگه داریم. اگه از این ویدیو لذت بردین حتما لایکش کنید و نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که کانال من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی من رو هم از دست ندید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.